السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران و خواهران عزیزم، ما الکی گذاشتیم یک چند روز این بهترین ماه رمضان را. شما چیکار کردید در روزهای اول رمضان؟ همش از روی نقشه شد؟ چگونه ای که می‌خواستید؟ فکر دارم ان شاء الله همه ما به نتیجه های بهترین میرسیم. الحمدلله. این چنین همه ما باید برسیم به تقوا. این آن چیزی است که ما میتوانیم به آن برسیم در ماه رمضان. و ما قریب یک ماه دیگر داریم برای رسیدن به روزگی الله سبحانه و تعالی. ارزنده مغفرت شویم، خود را تکمیل دهیم و توانیم به انجام رسانیم این ماه رمضان را با نتیجه بهترین. کوشش کنیم خوبتر شویم و به دست آوریم مکافات را از الله سبحانه و تعالی. خوش برادران و خواهرانم، وضعیت شما چگونه است با نماز تراویح، با نمازهای شبانه و با خواندن قرآن؟ چقدر آن را میخوانید در یک روز؟ آیا شما آغاز کردید فهمیدن سخنهای الله سبحانه و تعالی را؟ اگر نه، پس حالا دیر نشده است. دوام دادن میتوانید. این سخنهایی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است فرود آمده شدن نه برای آن که تنها با عربی بخوانید، حالا آن که به نهایت اجر زیاد دارد با عربی خواندن آن. اما شما باید موازنت را رعایت کنید. کوشش کنید بفهمید سخنهای الله سبحانه و تعالی را. حداقل کوشش کنید. این اونقدر مشکل نیست. این که ماه قرآن است، ماه مغفرت است، ماه فهمش قرآن است و الله میگوید نخود که آنها فکر نمیکنند به سخنهای قرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. این کتاب مبارک را نازل کردیم تا که آنها آیاتهای آن را فکر کنند و تا که آن یادآوری باشد برای صاحب عقلان. خوش برادران و خواهرانم، این است ماه رمضان. میخواهم به شما مصلحت دهم. وقتی ما گوش میکنیم تراویح را شبانه و حلاوت میبریم از خانه شفورم، ما باید درک کنیم که این هدیه است از الله سبحانه و تعالی. اکثر آدمان سراسیمه‌اند. اکثرشان میخواهند که امام زود خوند. اکثر آدمان انتخاب میکنند مسجدی را که سراسیمه‌وار و با سرعت به اتمام میرسانند عبادت الله سبحانه و تعالی را، نماز تراویح را. آنها میبینند که امام زود خونده میگذارد سخنهای الله سبحانه و تعالی را و میگویند آها چقدر مسجد بهترین، امام تراویح را در بین 10-15 دقیقه به آخر میرساند. والله برادران و خواهرانم، نگذارید که این شما را اداره کند، چون که بهترین چیز آن است که صفت دارد، نه این که شما را این را در یاد گیرید. وقتی شما عمل را اجرا میکنید به خاطر الله، این به الله لازم نیست، این به شما لازم است. آن را با ترتیب کنید و درست کنید. آن کسانی که از خود کردند قرآن را یا آن کسانی که کوشش دارند از خود کنند قرآن را در یاد گیرید که الله سبحانه و تعالی به شما اجازت میدهد خواندن قرآن را در روز قیامت یا اینکه در روز آخرت، همان گونه‌ای که شما آن را در دنیا میخواندید. در حدیث بهترین گفته شده است تو قرآن را همان گونه میخوانی چی گونه‌ای که آن را میخواندی در دنیا. از این خاطر سراسیمه نشوید هنگام خواندن قرآن، سراسیمه نشوید هنگام عبادت، سراسیمه نشوید هنگام نماز، سراسیمه نشوید، چون که شاید این نماز آخرین شما باشد. برادران و خواهرانم، شاید که این آخرین رمضان باشد، شاید که روزهای آخر عمر ما باشد و حتی شاید این آخرین لحظه های حیات ما باشد. پس نهایت کوشش کنید. خواهش داریم از الله سبحانه و تعالی به ما درک کردن این را عطا کند. این چنین در یاد گیرید آن عبادتی که شما اجرا میکنید در ماه رمضان ارزش خیلی و خیلی بلند دارد، زیرا که این سهم شما است، این عملهای شما است در این دنیا و در دنیای آخرت. پس برادران و خواهرانم، در یاد گیرید رمضان زود میگذرد. خواهش داریم از الله سبحانه و تعالی تا که ما را در صف آنهای قرار دهد که به مرتبه بلند میرسند در روزهای باقی مانده. اقول قولی هذا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.